تا حالا شده تصور کنی که تو خیابونه قشنگ پاریس داری قدم میزنی، برج ایفل روبروته و داری تو شهری که عشق توش جریان داره و همیشه پر از آدمه روزتو سپری میکنی. وقتی دلت میخواد یه سر به تاریخ بزنی میری به موزه لوور. وقتی دلت میخواد یه پیاده روی کوچیکی داشته باشی به خیابون شانزلیزه سر میزنی. وقتی دلت یاد کارتونای بچگی تو میکنه یه سر به دیزنیلند میزنی. فرانسه جاییه که خیلی ها آرزوشونه یه روزی واسه سفر به اونجا برن. ما امروز میخوایم چیزای جالبی راجع به فرانسه بگیم که شاید خیلیاتون تا حالا اونا رو نشنیدید. به چنل مودیس خوش اومدید. فرانسه یکی از کشورهای بزرگ اروپاه و دارای فرهنگ و تاریخ غنیه. این کشور در جنوب غربی قاره اروپا قرار گرفته و با دارا بودن مساحتی غالب بر 643 کیلومتر مربع بزرگترین کشور اروپای غربی و اتحادیه اروپا و همچنین سومین کشور بزرگ قاره اروپا محسوب میشه. فرانسه از نظر فرهنگی خیلی غنیه و این امر حاصل بیش از 8 قرن تلاش و خلاقیت افراد مختلف توی این کشوره. فرهنگ فرانسه مانند سایر کشورهای غربی عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفته. فرانسوی‌ها خیلی دوست دارن روابط خانوادگیشون رو به وسیله میز غذا محکم‌تر کنن. ساختار غذایی اونا بر پایه 3 تا وعده غذایی تعریف میشه که تقریباً در زمانهای مشخص و تغییرناپذیری سرو میشه. محبوب‌ترین غذای فرانسوی‌ها غذای دریایی هستن که با انواع سس سرو میشن. مردم این کشور اغلب به زبان فرانسوی که زبان رسمی جمهوری فرانسه است صحبت میکنن. همچنین لازم به ذکره که اغلب مردم فرانسه مسیحی کاتولیکن، یعنی حدود 88% کل جمعیت و بقیه مردم که حدود 12% میشن و مسلمون و مسیحیان پروتستان تشکیل میدن. پاریس به عنوان پایتخت فرانسه اصلی ترین شهر این کشوره که مرکز اصلی مبادلات تجاری، فرهنگی و حتی سیاسی به حساب میاد. فرانسه جاذبه‌های گردشگری خیلی زیادی داره که سالانه تعداد زیادی توریست رو به سمت خودش میکشونه. در ادامه میخوایم یک سری از معروف‌ترین جاهای دیدنی فرانسه رو با هم ببینیم. برج ایفل. این برج با ارتفاع 324 متر نماد پاریس و یکی از شاهکارهای معماری جهان به حساب میاد. این سازه در سال 1889 توسط گوستاف ایفل برای نمایشگاه جهانی ساخته شد. موزه لوور. این موزه بزرگترین موزه جهانه و 35,000 اثر ارزشمند رو توی خودش جا داده. از جمله این شاهکارهای هنری میتونیم به مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی هم اشاره کنیم. کاخ ورسای. این کاخ تاریخی در شهر ورسای قرار داره و در فهرست میراث جهانی یونسکو هم قرار گرفته. این کاخ نشون دهنده عظمت سلطنت فرانسه در زمان لویی 14. خیابون شانزلیزه. این خیابون به خاطر کافه‌ها و رستوران‌های خود بسیار محبوبه و یکی از مکان‌های دیدنی پاریس به حساب میاد. کلیسای جامع نوتردام. این کلیسا یکی از شاهکارهای معماری گوتیکه و یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری پاریس به شمار میاد. حالا میخوام یک سری عادتهای عجیب یا حتی جالب مردم فرانسه رو با هم ببینیم. البته این عادتها برای همه مردم فرانسه نیست و هر کدوم برای قسمت‌های خاصی از منطقه جغرافیایی فرانسه ممکنه صدق کنه. اولین مورد اینه که فرانسوی‌ها زمان زیادی و بیکارن. تعداد بسیار کمی از مغازه‌ها و سازمان‌ها وجود دارن که 24 ساعته بازن یا تا دیر وقت کار میکنن. مورد بعدی اینه که غذا نقش مهمی توی زندگی مردم فرانسه ایفا میکنه. برخی کشورها هر آنچه از شب قبل باقی مونده باشه رو به عنوان ناهار میخورن و برای این کار زمان محدودی و مثلا شاید 15 یا 20 دقیقه صرف میکنن. با این حال توی فرانسه این ماجرا تفاوت فاحشی داره. یه مورد جالبی که راجع به مردم فرانسه وجود داره تمایل زیادشون به جوانمردیه. ممکنه شما به عنوان خانوم وقتی دارید از یه رستوران خارج میشید
آقایی که حتی شما رو نمیشناسه توی پوشیدن کت به شما کمک کنه یا در رستوران رو براتون باز کنه. یه مورد دیگه منفی نگر بودنشونه. افرادی که میخوان فرانسه رو واسه زندگی انتخاب کنن باید بدونن که قراره با افرادی سر کار داشته باشن که علاوه بر ویژگی‌های اخلاقی مثبت بسیاری که دارن، گاهی هم خیلی منفی نگر میشن. یه مورد دیگه که توی فرانسه هست و البته فکر میکنم که توی ایران هم خیلی این مورد داریم، معتاد بودن به قهوه است. توی فرانسه مردم بسیاری از زمان خودشون رو صرف نوشیدن قهوه میکنن. در طول تاریخ یک سری اتفاقا و قوانین عجیبم تو فرانسه رخ داده که الان میخوایم به چند تاش اشاره کنیم. اولین مورد اینه که توی فرانسه قانونی وجود داره که میگه شما نمیتونید اسم خوکتون رو ناپلئون بذارید. این قانون به احترام ناپلئون بناپارت، یکی از امپراتوران تاثیرگذار فرانسه وضع شده. مورد دوم اینه که توی فرانسه اگه حیوان خونگی کمتر از 6 کیلوگرم دارید و میخواید اونو به مترو ببرید، باید براش بلیت بخرید. مورد سوم ممنوعیت استفاده از سس کچاپ توی سلف سرویس هاست. توی فرانسه یه قانونی وجود داره که میگه نمیتونید سس کچاپ رو توی سلف سرویس های مدارس و دانشگاه به مقدار زیادی روی میز بذارید. مورد بعدی اینه که توی فرانسه یه قانونی وجود داره که میگه نمیتونید شما توی ایستگاه قطار به سبک فرانسوی همدیگر رو ببوسید. مورد بعدی که خیلی جالب و به فرانسه ربط داره اینه که قبل از آغاز جنگ 100 ساله توی سال 1337 میلادی زبان و ادبیات مردم انگلیس به زبان فرانسوی بوده. یه قانون عجیب دیگه هم که وجود داره توی یکی از دهکده‌های فرانسه است که این قالب اینطوریه که اگه تو اون دهکده افراد سلام خدافزی نکنن یا حتی نگن متشکرم، اهالی میتونن اون فردو از اون دهکده بیرون کنن. حالا میخوایم با هم دیگه یک سری از مهمترین افراد فرانسه رو که تو طول تاریخ تاثیر زیادی داشتن و بهتون نشون بدیم. اولین مورد شاه کلوویس اولی. اون به عنوان اولین پادشاه کشور فرانسه شناخته میشه. اون کشور فرانک ها رو به وجود آورد و برای اولین بار یه حکومت توی اون منطقه تشکیل داد. نفر دوم شارلمانیه. شارلمانی یکی از امپراتوری‌های روم بود که در دوران بعد از شاه کلوویس بر فرانک ها و بخش زیادی از مرکز و غرب اروپا حکومت کرد. نفر بعد کسی نیست جز ویکتور هوگو. ویکتور هوگو یکی از نویسنده‌های فرانسویه که با بیش از 60 سال فعالیت ادبی توی زمینه‌های گوناگون به عنوان شاعر، مقاله نویس، نمایشنامه نویس و رمان نویس تأثیر بسیاری بر جنبش رمانتیک داشت. نفر بعد ماری کوریه. ماری کوری شیمیدان و فیزیکدان و از افراد مشهور فرانسویه که به عنوان فردی پیشگام در زمینه تحقیقات رادیواکتیو شناخته میشه. نفر بعد کسی نیست جز کوکو شانل. کوکو شانل یک تاجر زن و طراح مد بسیار معتبره که به دلیل تاثیر برند جهانی شانل شناخته شده است. شخص بعدی لویی 14. لویی 14 از افراد معروف فرانسه است که به عنوان پادشاه خورشید یا لویی کبیر هم ازش یاد میشه. نفر بعد ژان پل سارتره. او یه فیلسوف برجسته بوده که به عنوان یکی از افراد مهم توی فرانسه شناخته میشه. سارتر به عنوان یکی از پیشگامان فلسفه وجودگرایی هم شناخته میشه. نفر بعد رنه دکارته. یکی از فیلسوفان برجسته فرانسوی بوده که به عنوان پدر فلسفه مدرن هم ازش یاد میشه. نفر بعد آناتول فرانسه. یکی از نویسندگان معروف فرانسوی بوده که به عنوان پادشاه نصر فرانسه و برنده جایزه نوبل ادبیات شناخته میشه. نفر آخر کسی نیست جز ناپلئون بناپارت. ناپلئون بناپارت یک فرمانده نظامی و سیاستمدار فرانسوی بود که در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 میلادی به فرانسه و بخش‌های زیادی از اروپا حکومت کرد. اون به خاطر توسعه دهی به قوانین مدنی فرانسه که به نام کد ناپلئون شناخته میشه به یاد میمونه.
این قوانین بسیاری از اصول حقوقی مدرن رو تعیین کرد، از جمله حقوق شخصی و مالکیت. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. فراموش نکنید اگه از این نوع ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم حتما یادتون باشه که بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشید. خوشحال میشیم نظراتتون رو درباره این ویدیو و اینکه دوست دارید دفعه بعد به کدوم کشور سر بزنیم بدونیم. تا ویدیوهای بعدی میبینمتون.